روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌ها به غیر این آسمان‌ها مبدل گردند و مردم در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند. سوره 14 آیه 48. همان گونه که پروردگار قادر به رفع گرفتاری‌های مردم و بذل آرامش به دل‌های آنان میباشد، توان محکوم کردن آنان به سخت‌ترین عذاب‌ها را نیز دارد. قرآن داستان‌هایی از اقوامی را نقل می‌کند که با مجازات پروردگار به کلی از میان برداشته شدند، زیرا آنان به نعمت‌های خدا پشت کردند و به جنگ با خالق قدرتمند پرداختند. این گروه‌ها به وسیله سخت‌ترین حوادث روزگار در زمانی که انتظارش را نداشتند از میان رفتند. این جزایی است در این جهان برای آنانی که ایمان نمی‌آورند، اما بدترین مجازات‌ها در جهان بعدی خواهد بود و برای آنانی که در زمان حیات کارهای ضد انسانی انجام داده‌اند، چون آنان خدا را با معیارهای فانی ارزیابی کرده بودند و شکرگزار نعمت‌هایش نبودند. القدوس، پاکترین ها. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدایی که پادشاه پاک ارجمنده فرزانه است را تسبیح میگویند. سوره 62 آیه 1. الله پروردگاری است یگانه که هر آنچه در زمین، در آسمان، در ژرفای کهکشان و دل اقیانوس هاست به فرمان وی آفریده شده است. هماهنگی و روش نظمی که ما در پیرامون خود می‌بینیم متعلق به اوست. دنیاهایی که ما قادر به دیدن آنها نیستیم نیز تسلیم خداوند هستند. در قرآن این گونه آمده است: بیگمان خداوند آسمان‌ها و زمین را از زوال نگاه می‌دارد. اگر بخواهند زوال یابند، هیچ کس جز او نگاهشان نمی‌دارد. او بردبار آمرزگار است. سوره 35 آیه 41. بیشک خداوند یکتا است که آفریننده و نگهبان همه چیز است. بشر، این بنده خداوند، کاملا فرو مانده است. مرتکب اشتباه می شود، فراموش می کند، فریب می خورد و دچار حواس پرتی می گردد. انسان از نظر بدنی و فکری اصولا ضعیف است. در طول حیات می بایست از بدن خود محافظت کنند و دائما توجه زیادی به نگهداری اعضای آن داشته باشند. اگر بدن را وادار به کارهای سخت کنند یا چند روز نتوانند بخوابند یا حتی یک روز بدون آب سپری نمایند، بسیار ضعیف می شوند. تمامی این چیزها برای بشر به وجود آمده است که به آن بیندیشد و از آن درس بگیرد. خداوند جان آفرین، صاحب زیباترین نام هاست و از هر عیبی دور است. مالک الملک، صاحب پادشاهی ابدی. بگو خداوندا، ای فرمان فرمای هستی، به هر کس که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر کس که خواهی فرمان روایی باز ستانی. تویی که هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار کنی. سررشته خیر به دست توست و تو بر هر کاری توانایی. سوره 3 آیه 26. اگر به دور و بر خود بنگریم، هر چه را که می‌بینیم دارای صاحبی است. صندلی که بر روی آن نشسته ای از سلول‌هایی تشکیل شده که توسط صاحبش خلق شده. گلی که داخل گلدانچه گفته بر اثر تابش نور خورشید است و قطرات آبی که توسط صاحبش وان داده شده. اقیانوسی را که مشاهده می‌کنید و تمامی موجودات داخل آن با قدرت و اراده صاحبشان به وجود آمده‌اند. مالک همه اینها و تمامی موجودات عالم خداوند لایزال است، فرمانده جهانهای بی انتها. حتی بدن شما نیز در اراده و کنترل اوست که شما را خلق کرد بدون اینکه در ایجاد آن از شما کمکی بخواهد. اعضای بدن، رگها، سیستم عصبی،
و تمام سلول‌های موجود همگی ساخته دانش و هنر این خلاق ارشد میباشند. هیچ یک از اینها توسط شما طراحی یا خلق نشده. وقتی که برای اولین بار چشمان خود را بر روی جهان باز کردی، با سیستم بی‌نقصی که در بدنتان بود مواجه شدید، همچنین گردش زمین و نظام کائنات. ولی شما هیچ کدام از اینها را قبلا صاحب نبودید و چنانچه در آینده اراده کنید نیز محال است بتوانید چیزی شبیه به آن را خلق کنید. این اصل در مورد همه انسان‌ها صدق می‌کند. پس قدرت تسلط بر کل موجودات عالم فقط در دست پروردگار یکتا، یعنی خداوند عزوجل میباشد. الرحمن الرحیم، بخشنده ترین، مهربان ترین. اوست خداوندی که خدایی جز او نیست، دانای پنهان و پیدا. اوست خدای بخشاینده مهربان. سوره 59 آیه 22. آنچه به چشم دیده می شود و هر آنچه از دید پنهان است گواهی از مهربانی و شفقت پروردگار بخشاینده دارد. این موهبت‌های آشکار و نهان است که باعث تداوم زندگی بشر می شود. رحمت خداوند در همه جا پراکنده است. برای مثال همه روزه میلیاردها جوانه در سراسر این پهن دشت زمین به مرحمت خداوند سر از خاک بیرون می آورند. از زمینی که حرارت مرکزی آن 4500 درجه سانتیگراد است و سطح آن از خاک حاصلخیز پوشیده شده، به فرمان خداست که میلیاردها لیتر آب زندگی بخش از آسمان به صورت باران میبارد و هموست که خوراک میلیاردها موجود زنده در سراسر جهان را تامین می‌نماید و هر لحظه ریه‌های موجودات را از اکسیژن حیات بخش پر و خالی می‌کند. این همه موهبت‌های آشکار در پیرامون ما گواه از بخشش آفریدگاری مهربان است. ایزد پاک است که خالق هر کدام از 100 تریلیون سلول بدن انسان می باشد و اوست که وظایف هر یک را به آنها می آموزد. اوست که درون سلول DNA را قرار می دهد که هر یک شامل 100 میلیون صفحه اطلاعات است. خداست که کل این سیستم را بر مبنای پروتئین، چربی و ذرات آب تشکیل داده و درون قطره‌ای بسیار کمتر از 1 میلیمتر نهفته که به وسیله آن زندگی را به بشر منتقل می کند. از لحظه تولد تا هنگام خاکسپاری آدمیزاد می‌داند که نعمت حیات از الطاف خداوند است و از اوست داستان زندگی. از یک سو گروهی با دیدن نعمت‌ها و درک هدف اصلی زندگی رو به سوی خالق خویش می‌کنند و در جهت رضایت او به حیات خود ادامه می‌دهند، ولی از سوی دیگر پاره‌ای از ناسپاسی و کفران نعمت با خداوند به مقابله می‌پردازند. علی‌رغم این ناسپاسی ها همواره صفات بخشندگی و مهربانی باری تعالی در حد کمال شامل حال تمامی نسل بشر می گردد. آنهایی که وجود خدا را انکار می کنند هنوز از هوای جانفضا برای تنفس، از آب برای ادامه حیات و از نعمت‌های آشکار و پنهان این جهان استفاده می کنند. خداوند به آنها مقام می دهد، خانه‌های زیبا برای زندگی و فرزندان برای لذت بردن از عمر، درست همانطور که به بندگان شکرگزار خود ارزانی داشته. روزی همگی را میرساند، تندرستی، توانایی و زیبایی را نیز به بشر اعطا می کند. الله باری تعالی به ناسپاسان این نعمتها را می دهد باشد که درک کنند، ایمان آورده شکر نعمت به جای آورند. این است بخشندگی خداوند. نباید فراموش شود آنانی که از آیات خدا روی گردان هستند از نعمتهای خداوند فقط در حیات حاضر برخوردار خواهند شد. جهان آخرت برای آنهایی است که ایمان آورند، کارهای شایسته انجام دهند و از نعمتهای خدادادی شکرگزاری کنند. این هم از مهربانی خداوند.
الرزاق، روزی رسان. بیگمان خداوند است که روزی بخش نیرومند استوار است. سوره 51 آیه 58.